تو این روزهای پاییزی این رول کدو حلوایی با چای خیلی مزه میده. بریم تا با هم درستش کنیم. برای کرم این نون خوشمزه کره رو داخل تابه‌ای ذوب میکنیم. کدو حلواییایی که بخارپز کردیم و پوره کردیم و موادمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. شیره انگور و شکر رو به موادمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. داخل یه ظرف جدا مقدار نشاسته ذرت داخل رسپی رو با یه قاشق آب سرد مخلوط میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم مواد بجوشه تا نشاستمون پخته بشه. وقتی نشاسته پخت و به غلظت رسید دارچین و هل رو به موادمون اضافه میکنیم و زیر گاز رو خاموش میکنیم و میذاریم مواد سرد شه. بریم برای درست کردن خمیر نون. آرد رو به همراه شکر و نمک، مخمر و بهبود دهنده ترکیب میکنیم. بعد تخم مرغ، کره ذوب شده و شیر رو به موادمون اضافه میکنیم و خمیر رو جمع میکنیم. اگر خمیر خشک بود و جمع نمیشد مقدار شیر اضافه کنید و کامل ورز بدید تا همچین خمیر لطیف و نرمی به دست بیارید. اطراف خمیر رو چرب میکنیم و داخل ظرفی قرار میدیم و اجازه میدیم استراحت کنه. وقتی حجم خمیر 2 برابر شد از ظرف خارج میکنیم، سطح میز رو آردپاشی میکنیم و خمیر رو به ضخامت نیم سانت باز میکنیم. کرمی که آماده کرده بودیم و کاملا خنک شده و به این غلظت رسیده رو با استفاده از پالت پخشش میکنیم. بعد شروع میکنیم خمیر رو آروم آروم رول میکنیم. برای برش زدن خمیر من از نخ مخصوص آشپزی استفاده کردم. ضخامت برش بسته به سلیقه خودتونه. من تقریبا ضخامت 2 سانت رو انتخاب کردم. رول های برش خورده رو روی سینی فر قرار داده و در فر خاموش بهش استراحت میدیم. داخل تابه آب جوش ریختم و زیر سینی نونها قرار دادم. در فر رو میبندیم تا خمیرمون به عمل بیاد. زرده تخم مرغ رو به همراه نمک و شیر مخلوط میکنیم. استراحت خمیرها که تموم شد روی خمیرمون رومال میزنیم و روشون مغز تخمه کدو میریزیم. داخل فر 180 درجه از پیش گرم شده قرار میدیم و اجازه میدیم نونامون کامل روشون برشته بشه. امیدوارم درست کنید و کنار عزیزانتون لذت ببرید. نوش جونتون.